ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیشبینی هواشناسان به ساکنان خبر داد که از 8 تا 11 اکتبر در قلمرو جمهوری آب و هوا بد می شود. در برخی ناحیه‌ها سرعت شمال تا 7-12 متر در یک ثانیه رسیده. در وادی‌ها ریختن باران و در کوهستان بلندیش بیش از 3000 متر از سطح بر ریختن باران‌هایی که به برف تر مبدل خواهند شد پیش بینی کرده می شود. همچنین در ناحیه‌های کوهستان هوا را پوشانیدن تمان هم پیش بینی شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در این رابطه به سهم ساکنان ناحیه‌های کوهستان و دامنه‌کوه‌ها می‌رسانند که سردی‌های اول برای حاصل زراعت آنها می‌تواند خطر داشته باشد و از این رو ساکنان باید حاصل پخته و رسیده را سری وقت جمع آورده حاصل نورسیده را با پلانک علف یا یگان چیز دیگر بپوشانند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اهالی همچنین خواسته است که به ساحه چارواداری اهمیت ویژه داده هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه‌های بخصوص کوهی با دقت باشند. در صورت شدت گرفتن شمال از اهالی خواسته شده است که برآمدن به بیرون را از داخل بناها محدود کنند، کودکان را تحت نظارت بگیرند و به نظارت نگذارند. از رانندگان خواسته شده است که هنگام حرکت در راه‌های کوهستان سرعت و فاصله بین ماشین‌ها را رعایت کنند، چون که احتمال سنگریزی نیز در این روزها زیاد است.